سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر یاری هستم، مدیر کانال آموزشی بورسیکس. امروز میخوام رمزارزی رو بهتون معرفی کنم که با خریدش 100 میلیون برگ میتونید دریافت کنید، ولی فقط و فقط کافیه که $1 پرداخت کنید. بله، $1 پرداخت میکنید، 100 میلیون برگ از اون ارز رو میگیرید. نکته مهم این کلیپ اینجاست که ما امروز قراره کیف پولش رو معرفی کنیم و بگیم چجوری میتونید بخریدش و با خیال راحت تو کیف پولتون نگه دارید و همچنین بررسی کنیم که ببینیم توکن سوزی داره یا نه. فوق العاده کلیپ جذابیه. اگر علاقه‌مند به اینجور کلیپ‌ها هستی همین الان کانالمو سابسکرایب کن، کلیپم لایک کن که پشیمون نمیشی. حالا شما فرض کنید که تا سالهای بعد، تا ماههای بعد قیمت این ارز برسه به $1. اون موقع $1 شما میشه 100 میلیون دلار. پس تا آخر کلیپ با من همراه باش، فعلا برای قضاوت زوده. خب دوستای عزیزم، برای شروع ابتدا وارد سایت کوین مارکت کپ میشیم و از قسمت سرچ رمزارز FEG توکن رو جستجو میزنیم. لوگوش لوگو یک گوریله و با نماد اختصاری FEG توکن. جالبه که بدونید این رمزارز برای امور خیریه تامین شد و اینکه یه رمزارز غیر متمرکزیه، یعنی مالک خاصی نداره، تغییرات اساسی روش انجام نمیشه، به خاطر همینم مورد اقبال مردم قرار گرفته. میرسیم به قیمتش که 100 میلیونومه و جالبه که بدونید اگه این قیمت بخواد بیاد برسه به $1، ماکسیموم ساپلایش میشه یه عددی تقریبا به 42 میلیون میلیارد دلار. خب دوباره این عدد خیلی میره بالا، یا حتی مارکت کپش هم بخوایم محاسبه کنیم باز خیلی میره بالا. این عددی که اینجا میبینید میاد میشینه به جای مارکت کپ. خب برای اینکه یه همچین حالتی براش پیش نیاد، یعنی ماکسیموم ساپلایش کاهش پیدا کنه و در عوضش قیمتش افزایش پیدا کنه رو به بالا، تنها راهش اینه که توی تاریخ‌های منظمی شروع کنه به توکن سوزی. وقتی که توکن سوزی کنه ماکسیموم ساپلای کاهش پیدا میکنه و قیمت افزایش پیدا میکنه تا زمانی که حالا برسه به عدد $1 که دیگه خیلی جذاب تره. اون موقع شما اگه $1 خریده باشی در واقع 100 میلیون دلار داری. حتی که $0.5 هم برسه باز میشه 50 میلیون دلار و این خیلی خوبه. اما اجازه بدید بریم کیف پولاش هم بررسی کنیم و ببینیم وضعیت کیف پولش به چه صورته. اینجا میبینید که یه عدد خیلی بزرگی قرار داده که 57% توتال ساپلای به خودش اختصاص داده. حالا میخوام برم وارد سایتش بشم و ببینم وضعیت توکن سوزیش به چه صورته، اصلا توکن سوزی کرده یا میخواد انجام بده یا نه. تو این قسمت هم میتونید وضعیت کیف پولاشون رو ببینید که کیف پولای بزرگیه ولی نه به اندازه این اولی، ولی خب بقیه‌اش هم قابل قبوله. حالا میریم وارد سایتش میشیم. اگه خواستید وارد سایتش بشید کافیه که fegtoken.com رو سرچ کنید و یه همچین صفحه‌ای رو براتون بالا میاره. صرافی‌هایی که این رمزارز رو پشتیبانی میکنن یکی صرافی یونیسوپ، پنکیک و همچنین خود سایتش هم میتونید از طریقش خرید کنید که حالا جلوتر هم بهتون میگم، صرافی وانیچ و سوشی سواب. این تمامی صرافی‌هایی که این ارز رو پشتیبانی میکنه. اما اگه براتون سواله که کدوم از این صرافی‌ها بهترینه و از همش هم قابل اطمینان تره، باید بگم یونیسوپ از همش بهتره و ما هم امروز میخوایم از طریق همین یونیسوپ بهتون آموزش بدیم که چجوری بخریدش اگه قصد خریدش رو داشتید. خورده میام پایین‌تر. توی این قسمت بچه‌ها با یه نگاه میشه فهمید الان برنس اگه ببین یعنی سوزانده، یعنی سوخته، پس یعنی توکن سوزی انجام داده و میخواد انجام بده. الان اینجا 58 کوادریلیوم توکن سوزی داشته بر بستر اتریوم. توی این قسمت هم 56 تا کوادریلیون بر بستر بایننس اسمارت چین یا BSC توکن سوزی داشته که اینجا ماکسیموم ساپلایش براتون نوشته 100 کوادریلیون. این قسمت هم به همین صورت قیمت رو براتون نوشته، تو چه قیمتی بوده این برام براتون نوشته. این رمزارز خیلی جالبه، بر هم بستر اتریوم هم بایننس اسمارت چین.
این هم یه نکته خیلی جالب بود برای این ارز. و اما خریدش به چه صورته؟ چجوری بخواید کیف پولش بهش متصل کنید؟ ببینید دوستان، شما میتونید مستقیما از طریق همین سایت بخرید، ولی باید اتریوم داشته باشی تا اون اتریوم تو ترید کنی یا سواب کنی به ارز FEG. برای این کار حالا من از قبل کیف پولم بهش متصل کردم. توی این قسمت نوشته کریت تو والت، روش که کلیک کنید، حالا من کیف پولم رو اجرا کنم، کیف پولی که برای شما آماده کرده بودم مانی میکنه متاماسک، تراس والت و بایننس اسمارت چینه که من بهتون متاماسک رو پیشنهاد میکنم. و این که شما میتونی هم به حالت افزونه توی محیط مرورگرتون نصبش کنید و هم میتونید رو گوشیتون نصب کنید. من بهتون پیشنهاد میکنم روی گوشی نصب کنید. شما میتونی همون از طریق گوشیت وارد سایت FEG بشی، روی این قسمت که کانکت تو والت رو بزنی و وصل به کیف پولت، ولی قبلش باید حتما متاماسک رو نصب کنی، داخلش هم ثبت نام کنی. ثبت نامش هم خیلی راحته، یه چند تا کدم بهت میده، فکر کنم 15 تا کلمه اینا باشه. اونا رو هم یه جا یادداشت کن که یادت نره حتما موقع ثبت نام. و اگرم خواستی با سیستمت بری که میتونی اینو داخل حالا گوگل، من حالا بهتون آموزش میدم، بعضی از دوستان نگن چه جوری نصبش کردید، کافیه که شما تو قسمت گوگل متاماسک رو جستجو بزنید. یا میتونی مستقیم وارد سایت metamask.io بشی، روی دانلود ناو کلیک کنید. هم میتونی برای گوشی اندروید، iOS یا محیط کرومتون نصبش کنید. روی این قسمت که دیگه بزنید براتون نصب میشه و مثل من این قسمت بالا شد که این روباهه میاد، دیگه خودش اتوماتیک فعال میشه. دیگه کافیه که شما روی این قسمت کلیک کنید، یکی دو تا کلمه نکست بزنید و تا براتون نصب بشه و وصل میشه. و اینجا آدرس کیف پولتون رو میتونید باش بررسی کنید ببینید درسته یا نه. وقتی که متصل بشه، اگه شما داخل کیف پولتون از این قسمت خب اتریوم رو انتخاب کنید و توی این قسمت پایین به FEG تبدیلش کنید. حالا چون من خب موجودیم صفر نشون میده. اگه حالا هر چند تا که بود، حالا یه دونه دو تا هر چند تا که مد نظرم بود اینجا میزدم، به میگفت چه تعدادی بهم تعلق میگیره، روی این قسمت کلیک میکردم و از طریق خود سایت میخرید، میرفت توی کیف پولم. حتی اگه این سایت هک میشد، بسته میشد، اصلا هر چیزی میشد، یه ساتوشی هم از شما کم نمیشد، چون دیگه تو کیف پولتون بود و با خیال راحت میتونستید نگه دارید. اما دوستانی که حالا اتریوم ندارن، قصد خرید با تتر رو دارن، باید بهتون بگم که وارد سایت app.uniswap.org باید بشید که وقتی واردش میشید یه همچین پنلی براتون میاد، صفحش روشنه که روی این قسمت میتونید صفحش رو تاریک کنید. دوباره تو این قسمت هم باید حتما کیف پول متاماسکتون به یونیسواب متصل بشه. یعنی خرید این ارز به همین صورته که وقتی میخری مستقیم وارد کیف پولتون بشه. حالا چجوری باید متصلش کنید میخوام بهتون آموزش بدم. خب من اینو حالا حذفش میکنم. ببینید دوستان، وقتی وارد سایت میشید دقیقاً عین همین سایت این قسمت بالا برای شما نوشته کانکت تو والت، یه همچین چیزی که روش کلیک میکنید و یه همچین چیزی براتون اجرا میشه، یه همچین صفحه براتون میاد بالا که اینجا براتون آدرس بالا والت کانکت و کوین بیس و اینا رو همه رو آورده که ما با همین متاماسک کار داریم، که شما وقتی روش کلیک میکنید وارد سایت متاماسک میشه و میگه دانلودش کن اگه از قبل نداریش. اگه نصب کرده باشی مثل من دیگه نمیگه دانلودش کن، فقط کافیه که یه لحظه از این قسمت بالا اجراش کنی، این سه نقطه رو بزنی، کانکتد سایت رو بزنید و از این قسمت براتون میاره که میخوای به کدوم سایت متصل کنی، که الان میری برای من یونیسواب آورده، FEG هم آورده، چون به هر دوتاش متصل کردم. روش کلیک میکنید، نکس رو میزنید و تمام. و وقتی که ثبت کردید حتما بیایید توی این قسمت چک کنید ببینید آدرس کیف پولتون که اینجا هست با آدرس کیف پولی که خودش اینجا داده بهتون یکی هست یا نه. الان ببینید اینجا 0x8 و اینجا هم 0x8، پس درست متصل شده. حالا اینجا چجوری میتونید با تتر خرید کنید؟ خیلی راحته بچه‌ها. کافیه که این کیف پولتون رو
به تتر. حالا اگه قصد اضافه کردن تتر داشتید از این قسمت پایین USDT رو سرچ کنید تا براتون اضافه بشه. از این قسمت پایین که حالا زدید اومد، حالا من چون از قبل اضافه کردم لغو رو میزنم. حالا چون من از قبل اضافه کردم لغو رو میزنم. این میشه در واقع کیف پول تتر شما که باید تترتون رو شارژ کنید تا زمانی که متصل کردید به صرافی یونی سواب اینجا بهتون بگه که چه تعداد شما تتر داری، چند تاشو میخوای بخری. خب برای ما صفره و اینجا صفر نشون میده. خب من این الان پاک میکنم تا ببینیم به چه صورته. فرضاً شما اگه بخوای یه دونه بخرید، یه چیزی هول و هوش تقریباً 111 میلیون برگ از این ارز رو شما میتونید بگیرید دیگه. حالا $1 بشه دیگه واقعا خب الان یه خورده رفت بالاتر قیمتش و بیشتر شد، 112 میلیون. اگه حالا قیمتش بیاد برسه به $1 در واقع شما 112 میلیون دلار میزان سرمایه‌تونه دیگه. وقتی اینجا گفتید چه تعداد میخواید کافیه که روی این قسمت بزنید و تمام. الان چون من تتر ندارم گفته که تعادلی توی تترتون وجود نداره و نمیشه. پس به همین راحتی شما امروز یاد گرفتید که ارز FEG رو بشناسید و اینکه چجوری میتونید توکن سوزیش متوجه بشید و صرافی مطمئن برای خرید این ارز و نحوه متصل متامسک. امیدوارم که آموزش امروز هم جذاب باشه واسهتون. دوستان عزیز، من یه لینک حمایت داخل دیسکریپشن کانالم قرار دادم که شما میتونید حمایت کنید به هر میزانی که دوست داشتید. در توانتون بود قصد دارم یه تغییرات خیلی خفنی رو انجام بدم برای آینده. بستگی به حمایتتون داره چون یه خود میزان سرمایه‌اش زیاده. حتی اگه کوچکترین ذره کمکتون کرده کلیپام و کلیپامو دوست داشتید میتونید اونجا ازم حمایت کنید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. به خدا میسپارمتون. یا حق.